الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفطن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل. متفق عليه. این حدیث در رابطه با بعضی از علامات قیامت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند یتقارب الزمان. اینجا علما در معنای این چند تا قول دارند. بعضی میگویند دنیا به آخر نزدیک می شود. یتقارب الزمان معنایش این است که دنیا به آخر نزدیک می شود. و بعضی از اهل علم میگویند معنای یتقارب الزمان این است که ایام و روزها و ماهها کوتاه می شوند، یعنی سال مانند یک ماه می شود. معنایش این است که برکت از ایام برچیده می شود، ایام سریع سپری می شوند. و ینقص العمل و عمل و کار خیر و اموری که خیر هستند کم می شوند، کارهای خیر کم می شوند، اعمال خیر کم می شوند، عبادات کم می گردند. و یلقی الشح و بخل و حرص فراوان می شود. همه انواع بخل و شح و حرص و اینها زیاد می شوند. عالم به علمش بخل می ورزد، ثروتمند به ثروتش بخل می ورزد و اون شخصی که صنعتگر هست به صنعتش بخل می ورزد. و تظهر الفتن و فتنه ها و آشوبه ها و فسادها آشکار می شوند. و یکثر الهرج و قتل و غارت زیاد می شوند. صحابه پرسیدند که معنای هر چیز. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند قتل و غارت هست، یعنی قتل و غارت و آدم کشی خیلی زیاد می شود در آخر زمان. که این علامات را اگر ما نگاه بکنیم، الان ایام نزدیک هستند، سریع سپری می شوند، اعمال خیر کم صورت می گیرند، مردم رغبت به اعمال خیر الا من رحم الله کم هستند که به اعمال خیر اون شوق و اون ذوقی که صدر اسلام صحابه داشتند و علمای اسلام داشتند و سلف صالح داشتند الان کم گردیده و بخل هم زیاد شده و فتنه ها، انواع و اقسام فتنه ها الان ظاهر می شوند، انواع فتنه ها الان ظاهر می شوند. و قتل و غارت، آدم کشی چنان راحت شده که قاتل نمیداند که چرا این شخص را می کشد و مقتول هم نمیداند چرا کشته می شود. الان چنان آدم کشی برای انسانهای ضعیف الایمان یا آدمهایی که اصلا دین ندارند چنان راحت شده که کشتن حیوانات برایشون سنگین هست، اما کشتن انسانها برایشون مثل آب خوردن شده. قتل و غارت چنان زیاد شده امروزه که همه ما مشاهده میکنیم. این علاماتی هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان نمودند و دلالت بر صدق نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این علامتهای آخر الزمان امت خودش را خبر داده و آنها را از این اعمال هشدار داده، زیرا که این اعمال دال بر این هستند که آخر الزمان نزدیک هست و ما باید از این اعمال پرهیز بکنیم و از این خصلت‌های زشت اجتناب بورزیم. که اعمال نیک، یکی از علاماتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان نمود این بود که عمل نکردن به احکام شرع و نادیده گرفتن احکام شرع هست. امروزه بعضی ها فکر میکنند که عمل کردن به احکام شرع عقب افتادگی هست، حالان که ترقی و پیشرفت در متمسک شدن به دین هست. شخصی که واقعا متمسک به دین هست، اون شخص پیشرفته هست، اون شخصی از متمدن هست. و شخص مسلمان از آدم کشی و از قتل و غارت، از این امور اجتناب می‌ورزد و مسلمانان را برحذر می‌دارد و به آنها هشدار می‌دهد که از این جرم بسیار سنگین پرهیز بکنند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم از این گناه‌های کبیره امت خیش را برحذر داشته. پس شخص مسلمان وقت فتنه و فساد مواظب خودش و اهل بیتش باید باشد و در درگیری‌های قبیله‌ای مشارکت نکند، زیرا حاصل این درگیری‌ها چیزی جز از دست دادن دین و ایمان شخص نمی باشد. از کشتن شخص مسلمان شدیداً باید پرهیز نمود، زیرا شخص مسلمان تا زمانی که مرتکب قتل نشده امید بخشیده شدن گناهانش می باشد، اما وقتی که
مرتکب جریمه قتل شد قلبش سیاه و احتمال توبه و پشیمانیش خیلی کم می شود، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم لن یزال المؤمن فی فسحة من دینه ما لم یصب دما حراما، که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید شخص مؤمن تا زمانی که مرتکب خون ناحقی نشده در امان به سر میبرد و احتمال میرود توبهش پذیرفته شود، اما زمانی که مرتکب چنین جرمی شد اینجا احتمال پذیرفته شدن توبهش کم می شود و در این فسحه‌ای که الله متعال براش قرار داده، در این امانی که الله متعال براش قرار داده، از این امان الهی دور می شود. و آیات و احادیثی که در رابطه با قاتل آمده اند، البته قاتلی که عمدن شخص مسلمانی را به قتل رسانده باشد خیلی سنگین و شدید هستند و جایگاه قاتلان جهنم می باشد. الله متعال می فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظیما. و هر کس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه میماند و الله بر او غضب میکند و او را از رحمتش دور میسازد و عذاب بسیار بزرگی برای او آماده ساخته است. شخصی که عمدن مرتکب جریمه قتل شده باید در دنیا قصاص شود، مگر اینکه صاحبان دم از او گذشت کنند و طالب دیه یعنی خونبها باشند، زیرا عذاب الله قابل تحمل نیست. کشتن یک شخص مسلمان برابر است با کشتن همه انسانیت. از این جهت انسان مسلمان، انسان پرهیزگار، انسان مؤمن از چنین جریمه سنگینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله متعال جرمش را این گونه سنگین معرفی نموده، انسان باید پرهیز بکند و شدیداً از چنین جرم و چنین جنایتی باید اجتناب بورزد. از قتل و غارت، از فتنه و فساد، از اینها شخص مسلمان باید خودش را بدور بسازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.